سلام بچو نکنید. من از این بالا داشتم می اومدم دیدم یه انمی بی تربیت رفته داخل پایین سل هاوس. گفتم دیو بیای طرف ببینم هی یاش بی تربیتی میکرد. یارم منو زد دهنتو سرویس کردم، دهنشو به چخ دادم. وقتی به چخش دادم یارمو بلند کردم. اینجا یک دیو داشت فرار میکرد، یه شات میزنیم نمیخوره، بعد بابمزان هیپ فایر میخوره. این زم یه آدم بی تربیتی داشت میرفت و دروب گان بکشه. من اصلا خوش شد، گفتم بی تربیت به طرف، زدم پاس کلش که زدم دیدم یارش داره پروازی داره میاد. من یک صدقهشو برداشتم، پرو شد داشت میومد اینجوری زدم پاس کلش تا ماده رفت داخل. آره بعدش اینجا یه نفر دیگه اومده بود پایین، داشت یار منو مفبری میکرد، فکر نمیکرد من یارشم. اینجا یه شاد میس و تمام وین.